السلام علیکم تماشابینان عزیزمند. اینک در موج برنامه وکیلی از تلویزیون سفینه ماه سپری شده در شهر کلغانتپه در صفحه ترکمنستان قشلاق نوآباد یک دوست را دستگیر کردیم. این دوست غارتگر شامرود سیدبلال امیربکویچ برای مهمانی به خانه بابایش آمده از بنیت مهمانی 2 روز استراحت نموده. پس از آن از کیسه تقایش ملک عبدالرحیم 230 سامانی و از پاسپورت یقیش 2000 روسی و یک چله طلا را غارت می نماید. اینگی غارتگر در شو بچه ما قرار دارد. مرحمت تماشا کنیم و به آن یک دو سوال میتیم. پس از آن نمایش ما دوام دارد. تو از سبب چی دست بر جنایت غارتگری زدی؟ از سبب پول نیافتن برای مینوشی. این به همراهی عمکش شامرود جمعبک از سبب پول نیافتنی مینوشی دست به جنایت زدند. اینها پولها را برده در گروه تشکیل نموده و یراق‌های گوناگون خرید آنها را در نوار شما می‌بینید. یک تا سنایپر و یک تا اتوماتیک کلان و یک تا پیستولت کلاشنیک و 2 تا پیستولت آتشفشان و یک کردی سیسگی خرید نموده و گروه تشکیل نمودند و نیت جنگ داختنی تشکیلاتی دولت مبارزه بعضی دولت خستند و این شامرود سیدبلال امیربکویچ از سبب روزی نگردانیدن برادرش جمالدین که آن در شو بچه ما قرار دارد و آن رو می‌بینیم. از سبب روزی نگردانیدن برادرش شامرود جمالدین و پس شامرود جمالدین به شو بچه ما که در شهر کلغانتپه قرار دارد زنگ زدن می‌گوید که این برادرم یعنی سوم و چله طلا را غارت نموده و همراه عمکش لوازمات‌های گوناگون را خریداری نمودند و اینها را از نزدیک می‌بینید. بینندگان گرامی، چنانه که ما شاهد آن گشتیم این جنایتکار این چیزها را خریداری نموده و اون در محبس برای این باز است. و به سبب دزدی نمودن این قلابی ها دزدی و بعد ما و کودکس جنایی ABVGDG با تمام الفابت بر این جنایتکار جنایتی شده با ماده قسم یکی A از سبب پول نیافتنی برای مینوشی از 3 تا 5 سال از آزادی محروم نمودن و ماده 240 قسم بندی B از سبب پول نداشتنی اولیوی و مهلتی از 4 تا 2 سال از آزادی محروم نمودن از قسم بند جنایتی 402 و چیزی B از سبب بسیار کلانی نمودن و این گونه لوازماتی نادرکاری برگی دولت را خریدن از 8 تا 10 سال از آزادی محروم نمودن. اینک ما جنایتکار را به محبس برده از این محبس به شما معلوماتی دیگر خواهیم داد. جميل اینک تماشابینان عزیز، چون که شاهد آن گشتیم این دوست را ما دستگیر نموده در محبسخانه شهری کلغانتپه جای لمنات و این را از آزادی محروم نمودن تا 10 سال از آزادی محرومش نمودیم. سلامت باشد. برنامه‌های دیگری تلویزیون سفینه ادامه دارد.
Hey, du kennst mich. Ja,